بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دین اسلام دین رحمت و عطوفت هست. دینی هست که تمام نیازهای بشری رو مد نظر قرار داده و احکام و دستوراتش رو متناسب با توان بشریت تدوین کرده. بشر و انسانی که گاه انگیزه طاعت و بندگی پیدا می کند و گاه انگیزه گناه و معصیت. مرتکب شدن خطا و اشتباه یک سرشت هست برای انسانها. جایی برای عیب و ایراد نیست. طبیعت و سرشت انسانها این گونه هست و هیچ انسانی رو الله متعال از سهو و خطا معصوم قرار نداده. تمام انسانها خطا هستند، یعنی این که دچار خطا و لغزش می شوند. منتها مطلبی که برای ما ارزش دارد و راهکاری که در دین اسلام برای ما تعیین شده و به عنوان یک اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کرده، این هست که نیکوکاری و اعمال خیری که ما انجام می دهیم باعث می شود که گناهان ما زدوده بشود و از بین برود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و اتبع السیئة الحسنة تمحها و اتبع السیئة الحسنة تمحها. در پی هر گناه کار نیکی انجام ده تا پاکش کند. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تزکیه نمودن نفس، برای تهذیب نفس بسیار مؤثر و مفید هست. انسانهایی که دچار گناه و معصیت شدند و می شوند، انسانهایی که دچار لغزش شدند و خواهند شد، نباید به خاطر گناه و معصیت از رحمت الله متعال ناامید بشوند. رحمت الهی بسیار گسترده هست، فراتر از آن چیزی که من و شما بتوانیم تصورش بکنیم. هیچ انسانی با هیچ گناهی و تحت هیچ شرایطی نباید از رحمت الله متعال ناامید بشود. رحمت الله متعال چنان نزدیک ما هست و چنان گسترده هست که ناامیدی از رحمت الله متعال کفره. تا این اندازه رحمت الله متعال شامل حال بندگانش می شود. پس بنابراین به خاطر گناه و معصیتی که از شما سر می زند نباید ناامید بشوید و این گناه و معصیتی را که انجام شده بهانه قرار بدهید برای گناه دیگر. خیر، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند و اتبع السیئة الحسنة تمحها. در پی هر گناه کار نیک انجام ده تا پاکش کند. رحمت الله متعال واقعا گسترده هست و رحمتی وسعت کل شیء. در سوره اعراف می فرماید رحمت من گسترده تر از همه چیز هست. همه چیز رو رحمت من فرا گرفته. واقعا وقتی که رحمت الله متعال به این گستردگی باشد که همه چیز رو فرا گرفته باشد و همه چیز مشمول رحمت الله متعال باشد، پس بنابراین جایی نیست
که انسانهای گناهکار ناامید رحمت الله متعال بشوند، بلکه باید امیدوار بود به رحمت الله متعال. و هیچ انسانی که خواهان رحمت باشد، خواهان مغفرت باشد، از رحمت و مغفرت الله متعال بی بهره و بی نصیب نخواهد شد. و اتبع السیئة الحسنة تمحها، در پی هر گناه کار نیکی انجام ده تا پاکش بکند. این یکی از اصول هست و یک قاعده هست برای تهذیب نفس و برای تزکیه، و یکی از توصیه هایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یکی از اصحابش فرمودند. حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه، و این روایت در سنن ترمذی آمده که میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من توصیه کردند، مرا این گونه نصیحت کردند که اتق الله حیث ما کنت، اتق الله حیث ما کنت، هر کجا باشی از الله بترس، مراقب اعمالت باش، همیشه به خاطر داشته باش که الله متعال تو را میبیند. اتق الله حیث ما کنت، هر جا باشی، تحت هر شرایطی که باشی، از الله متعال بترس و تقوا را پیشه کن. و اتبع السیئة الحسنة تمحها، و بعد از آن که لغزشی از تو سر زد، کار گناهی انجام شد، بعد از آن کار خیری رو انجام بده. هر کار نیکی که به نظرت میرسد، حتی سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، این همش کار خیر هست. یک صدقه بده، یک عبادتی رو انجام بده، 2 رکعت نماز بخوان، برو بشین چند صفحه از قرآن کریم را بخوان بعد از این که گناهی از تو سر زد. این کار خیر و این عبادت و طاعت و بندگی تمحوها، اون گناه و معصیت رو از بین میبرد، میزداید، پاکش میکند. و خالق الناس بخلق حسن، با مردم خوش رفتاری بکن. اینها توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کار نیک سبب می شود که گناه و معصیت از بین برود، عقوبتش را، مجازاتش را از بین ببرد و الله متعال شما را دیگر مؤاخذه نکند به خاطر اون کار بدی که انجام شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این مطلب را بیان کردند. الله متعال در قرآن کریم هم در سوره هود این مطلب را بیان کرده. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها بدی ها را میبرند با خودشون، بدی ها را میزدایند و دور میکنند. پس بنابراین با انجام کار گناه که از شما سر میزند و نادانسته یا دانسته کار گناهی را انجام میدهید، مبادا از رحمت الله متعال ناامید بشوید. گمان کنید که الان دیگه من گناهکار شدم، من اهل معصیت و خطا هستم، ارزش من در پیشگاه الله متعال کم شده، الله متعال دیگر به من با نگاه رحمت نگاه نمی کند. نه عزیز من، بلکه برعکس هست. پیامبر اسلام و رسول رب العالمین صلی الله علیه و سلم به من و شما دستور داده که بعد از هر کار بدی که از شما سر میزند کار خیری انجام دهید که این کار خیر اون گناه و معصیت رو از بین میبرد. ان الحسنات یذهبن السیئات و اتبع السیئة الحسنة تمحوها، در پی هر گناه کار نیکی انجام ده تا پاکش کند. در شریعت اسلامی موارد بسیار زیادی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کردند برای من و شما که کفاره گناهان خواهند بود. سیئات ما را، بدیهای ما را، معصیت هایی رو که از ما سر میزند همه را محو میکنند و نابود میکنند و از بین میبرند.
و ما همان گونه که قبل از انجام گناه پاک و صاف بودیم، بعد از انجام کار خیر که در پی گناه انجام میگیرد باز هم به همان مرحله قبلی برمیگردیم و از گناه و معصیت پاک میشویم و مجازات الهی رو میتوانیم از خودمان دور بکنیم. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله برمیگردم و از این سری نمونه ها خدمت شما چند مورد را ذکر خواهم کرد. آری بینندگان عزیز و ارجمند، این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید با آب طلا نوشت. این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم مایه امید گناهکاران هست و مرهمی است بر دلهای در پی هر گناه کار نیکی انجام ده تا پاکش کند. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یک حدیثی دارند متفق علیه که در صحیح بخاری و مسلم آمده. در این حدیث که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل می کند چند مورد و نمونه هایی رو ذکر کرده برای این که بعد از گناه کار خیری رو انجام بدهید. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در این حدیث می فرمایند: من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا اله الا الله. در ابتدای اسلام اگر کسی از شما قسم خورد و سوگند به لات و عزا خورد، یعنی به نام غیر الله قسم خورد، مانند این که متاسفانه امروزه هم در جامعه من و شما قسم خوردن و سوگند به غیر الله رواج دارد، چه بسا این کار ناخودآگاه می شود. مثلا می گوییم که به پیر، به پیغمبر، این قسم به غیر الله هست، حرام هست و کفره اگر انسان دیده و دانسته و با اعتقاد به پیر و پیغمبر قسم بخورد. هر کسی که به غیر الله قسم خورد، رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که فلیقل لا اله الا الله. بعد از آن بگوید لا اله الا الله. این لا اله الا الله که شما بگویید کفاره این قسم به غیر الله خواهد بود. و اتبع السیئة الحسنة تمحها. و در ادامه می‌فرماید که و من قال لصاحبه تعال اقامرک. اگر کسی به رفیق خودش گفت که فلانی بیا با هم قماربازی بکنیم، دعوت به قمار، دعوت به ربا یا هر کار دیگر و کار گناهی، میگوید فلیتصدق. بعد از آن یک صدقه ای رو بدهد، یک چیزی رو در راه الله متعال صدقه بکند. این صدقه باعث می شود که آثار این گناه از بین برود. بیاییم ما در زندگانی روزمره خودمان این توصیه ها رو عملی بکنیم. من میدانم که بسیاری از من و شما روزانه چه بسا خواهر و برادران خودمان رو یا فرزندان خودمان رو نفرین بکنیم. بسیاری از ما عادت کردن که نفرین کردن و دعای بد سر زبانشون هست. بسیاری از من و شما عادت داریم که غیبت بکنیم، در مجلس ها نشستیم ناخودآگاه بدگویی میکنیم از دیگران، به بهانه این که شوخی کردیم، مزاح کردیم، به خاطر سرگرمی غیبت دیگران و بدگویی دیگران رو عادت کردیم. بسیاری از انسانها زبانشون آلوده هست به فحش و دشنام دادن. بیایید بعد از این که این گناه ها از من و شما سر میزند دعا و استغفار بکنیم. همون برادری رو که شما غیبتش را کردید برایش دعای خیر بکنید. همون کسی رو که از دست شما آزرده شده برایش دعای خیر و استغفار بکنید. همون برادر و خواهری را که دشنام دادید، آبرویش را بردید، بروید در خلوت برایش دعای خیر بکنید. و اتبع السیئة الحسنة تمحها. بعد از هر کار بد و کار گناه کار خیری را انجام بدهید تا اینکه آثار اون گناه را از بین ببرد. اتفاقی افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت عبدالله ابن مسعود این رو برای ما نقل می کند. این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست
میگوید مردی آمد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که یا رسول الله من گناهی رو انجام دادم. انی عالجت امرأة فی اقصى المدینه، در پایین دست مدینه من زنی نامحرمی رو دیدم، دستش زدم. این کار گناهی هست، من میخوام که از شؤم این گناه و از آثار مخرب و بد این گناه من پرهیز بکنم و مصون بمانم. چه کار بکنم؟ آن فرد آمد در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. اندکی بعد آیه نازل شد، پیامی آمد از جانب الله متعال با این محتوا: و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. دو طرف روز نماز بخوان و یک پاسی از شب رو هم بلند بشو و نماز بخوان. ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی ها بدی ها رو از بین میبرند. ذلک ذکری للذاکرین. این پندی هست، عبرتی هست، درسی هست برای آن کسانی که پند میگیرند. یکی از اصحاب برخاست و گفت که یا رسول الله، یا نبی الله، هذا له خاصه، این آیه فقط برای همین فرد نازل شد یا برای همه هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند بل للناس کافه، این برای همه هست. هر کسی که گناه و معصیتی را انجام داده این مژده را هم بداند و بشنود که ان الحسنات یذهبن السیئات. بدیها توسط نیکی ها از بین برده می شود. نیکی ها بدی ها را و گناهان را می زدایند و می شویند و از بین می برند. روایات بسیار زیادی هست در این زمینه. به طور مثال حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در روایتی که در صحیح مسلم هست میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة کفارة لما بینهن ما لم تغش الکبائر. این نمازهای پنجگانه، هر نماز تا نماز دیگر، هر نماز جمعه تا نماز جمعه دیگر، اینها کفاره گناهانی خواهند بود که در این میان انجام میگیرد. از صبح تا ظهر شما چه گناهی رو انجام دادید، با خواندن نماز ظهر گناهانتون کفاره میشوند. البته یک شرطی رو دارد، به شرط این که از گناهان کبیره پرهیز بکنید. گناهان کبیره تون رو الله متعال معاف میکند. گناهی که کبیره هست، بزرگتر هست، برای این که از بین برود کار بزرگتری رو باید انجام بدهی، باید توبه بکنی، استغفار بکنی که الله متعال اون گناه رو از شما دفع بکند و شما را ببخشد. در مورد حج آمده که من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. حدیث متفق علیه است. هر کسی که حج بکند آنگونه که رسول الله حج کرده، بدون این که دچار رفث و فسوق بشود، گناه و معصیتی را انجام بدهد در حج، وقتی که از حج برمیگردد گویا که تازه متولد شده. همان گونه که طفل و نوزادی که تازه به دنیا میاد هیچ گناه و معصیتی در نام اعمالش نیست، حاجی که حجش مقبول هست وقتی که برمیگردد مانند یک نوزادی هست که تازه به دنیا آمده. پس بنابراین بیاییم و این فرصتها را غنیمت بشماریم. گناه قطعا انجام می شود، اما مبادا گناه باعث بشود که ما گناه دیگری را مرتکب بشویم یا این که از رحمت الله متعال ناامید بشویم. بلکه همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از هر گناهی که از ما سر میزند کار خیری رو انجام بدهیم. و اتبع السیئة الحسنة تمحها. کسانی که توبه نمی کنند و بعد از کار گناه کار نیکی انجام نمی دهند، دو خطر بزرگ اینها رو تهدید می کند. اول این که چه بسا قلبهایشون سیاه و تیره بشود،
بر اثر گناه یک نقطه سیاهی بر قلب انداخته می شود و پیدا می شود و اگر توبه نکند، استغفار نکند، بعد از آن کار خیری رو انجام ندهد، رفته رفته قلبش سیاه و مهر زده خواهد شد. این یک مصیبت هست. مصیبت دیگر این که چه بسا امروز گناهی رو کرده، توبه نکرده، فردا از دنیا برود. چه ضمانتی وجود دارد که شما زنده باشید تا زمانی که توبه بکنید به امید این که بعدها توبه میکنم، امروز گناه میکنید. شاید این بعدها فردا و فرداها اصلا نیامد که شما توبه بکنید و نهایتا انسان بدون توبه از دنیا میرود. پس بنابراین این اصل را و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم را آویزه گوش بکنید و اتبع السیئة الحسنة تمحها. بلا فاصله در پی هر گناه کار نیکی رو انجام ده تا پاکش کند. تا برنامه دیگر و اصل و قاعده دیگر شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.